احتمالاً این اولین باریه که مادر بعد شنیدن صدای گریه نوزادش میفهمد حال نوزادش خوبه، در حالی که پزشکان متخصص هم در کنارش هستن. در غیر این صورت تمام مادران برای کل زندگیشان میدانند که گریه نوزاد به معنی ناراحتی و بیقراریه. به زمانی برگردید که اولین گریه نوزادتان را شنیدید. به این فکر کردید که این گریه به چه معناست؟ گریه نوزاد بلافاصله بعد از تولد یک هدیه است. دلیلش اینه که وقتی نوزادان تازه متولد شده گریه میکنن به اونا کمک میکنه شش‌هایشان انبساط پیدا کنه و اولین جریان اکسیژن خون از طریق مادر توسط جفت به نوزاد منتقل بشه. نه تنها این، بلکه این گریه اجباری به نوزاد کمک میکنه باقی مانده مایع آمینوتیک رو از طریق بینی، دهان، ریه‌هاش خارج کنه. گریه نوزاد شما به متخصصان کمک میکنه تا نمره‌های آبگار نوزاد رو اندازه بگیرن و بدانن حال نوزاد چقدر خوبه. این اولین تستیه که از نوزاد شما گرفته میشه و نمره آبگار نامیده میشه و شروعش از 0 تا 10 می باشد. برای نمره دادن نوزاد 5 پارامتر ساده ارزیابی میشه: ضربان قلب، ظاهر، حالت چهره، فعالیت‌ها، دم و بازدم. نمرات این تست از 0 تا 10 می باشد و هر زمان او گریه می کند نشان دهنده ثبات فعالیت‌های تنفسی، افزایش ضربان قلب و فعل و انفعالات مربوط به تنفس می باشد. لازم به ذکره که نوزاد شما برای مدت طولانی در یک محیط گرم، راحت، آسوده و نسبتاً تاریک بوده. در واقع نوزاد شما ممکنه حتی زمانی که درون مایع آمینوتیک شناور بوده وزن خود را هم احساس نمی کرده. بنابراین این باور وجود داره که اجبار به خارج شدن از آن محیط گرم و دنج به محیطی سرد و روشن و پر سر و صدا به قدر کافی برای نوزاد آزاردهنده است که بخواهد او را به گریه بیاندازد. همچنین تئوری وجود دارد که میگه جاذبه هم دلیل دیگری برای گریه نوزاده. وقتی نوزاد متولد میشه او در مورد وزن خود تازه هوشیار میشه که ممکنه کاملا براش عجیب باشه. زمانی که نوزاد بلافاصله بعد از تولد گریه میکنه در زایمانهای طبیعی کاملا نرماله، اما در زایمانهای سزارین ممکنه اینطور نباشه. در زایمان طبیعی نوزاد هنگام عبور از کانال رحم فشاری را احساس میکنه که در این حالت کودک شوکی را تجربه میکنه و باعث گریه او میشه. چون این تقلا و فشار اجباری و شوک در زایمان سزارین وجود ندارد. اگر کودک گریه نکرد ممکنه پزشک متخصص به او ضربه بزنه تا گریه کنه و حتی ممکنه بخواد قبل اینکه کودک رو به مادر بسپارد باقی مانده مایع آمینوتیک رو از دهان و بینی کودک تمیز کنه. چه کسی فکر میکرد که گریه یک نوزاد تازه متولد شده که هنگام شلوغی و خوشحالی تولد نوزاد معمولا نادیده گرفته میشه اینقدر مهم بوده باشه؟ ما اغلب درباره تلاش خالصانه مادر که هنگام زایمان از خود نشون میده شگفت زده میشیم و حق هم داریم، اگرچه اکنون اینطور به نظر میرسه که این فرشته کوچک خیلی از ما دور نبوده. اونا هم مانند مادران شجاعشان در لحظه‌های اولیه زندگی لحظات مشقتباری را تحمل کردند. آیا همه با این موضوع موافق نیستیم؟ البته که هستیم.